حتما تورم یک کشور رو بررسی کنید. من امروز میخوام برم کانادا. اولین کاری که باید بکنم ببینیم نرخ بهره اقتصادیش مثبت یا منفی. این خیلی مهمه بدونید که وضعیت اقتصادی کشوری که ما داریم کار میکنیم به چه صورته. دومین کارش اینه که اون کشور بدهی داره یا نداره. ایران بدهی نداره دوستان، برعکس کشور ترکیه جزو کشورهایی که بدهی داره. حواستون باشه وقتی من میخوام بیام وارد یک کشوری یه شرکتی بخوام کاری بکنم اینا رو بررسی کنم. تورم داره نداره، سیاست‌گذاری پولیش چطوره، اون کشور بدهی داره یا نداره و نرخ بهره اقتصادیش مثبت یا منفی. مقطعی نگاه نمی‌کنم، نگاه می‌کنم ببینم تو 10 سال چطور عمل کرده و رشدهای اقتصادیش به چه صورت بوده. اگر حقوق مالکیت توی ایران شکل بگیره، یعنی مصادره برداشته بشه، خیلی از افراد دنیا دوستان تو ایران سرمایه‌گذاری بکنن، چون رشدهای خوبی داره، بازارهای بکری داره تو هر بخشی. کشورهای مثل چین، ایران، ترکیه رشدهای خوبی داره، اما اگه حواستون نباشه از اون ور سقوطهای خوبی هم داره. به خاطر تورمش، به خاطر نرخ بهره، به خاطر خیلی از این چیزا اگه حواستون نباشه، یه دارایی که داشتید یه نرخ تورم بهش بخوره ممکن از بین بره.